تمام کارها را کردن تا اینکه یک انسان نتواند در چارچوب قانون اعتراض خودش را عملی کند و همین است که در این گونه کشورها می‌بینیم که یگانه راه اعتراض فوری یک کس می‌خواد همین روز یا فردا. یکی از سبب‌هایی که مردم بیشتر دست به خودکشی می‌زنند، خود را به آب می‌پرتایند یا خود را می‌سوزانند، این به خاطر آن است که چرا ملت تاجیک وقتی که میخواد اعتراض کند حتما باید دست به خودکشی بزند؟ مگر دیگر راه اعتراض نیست؟ مگر وسیله، راهها و شرایط های دیگری رساندن اعتراض به جامعه، به حکومت، به والا هر کسی که اعتراض دارد از بین رفتن تماما؟ اعتراض طبق دکلراسیون حقوق بشر و طبق تمام سندهای بین المللی حقی طبیعی یک انسان هست و در کشورهای دموکراتیک انسان میتواند هر لحظه بخواهد، هر روز بخواهد اعتراض کند، در هر کجایی که بخواهد اعتراض کند. اما در کشورهای دیکتاتوری مثل تاجیکستان، مثل آسیای مرکزی و جاهای دیگر اونقدر قانون چهای وجود دارد، اونقدر معیارها دارد. شما مثلا در تاجیکستان برای اینکه اعتراض کنید باید که 10 روز پیش با اون مقامات محلی نامه بنویسید، بعد روی خط تمام آدمان اشتراک کننده کیا اشتراک میکنن، چند نفرن و آدرس و تلفن همه چیز رو بنویسید. بعد مقامات میآموزند و شما معلوم نیست که اجازت میدهند یا نه. این 10 روز میگذرد که اون موضوعی که شما میخواستید دربارش اعتراض کنید الکی یا کهنه شد یا از بین رفت یا حل شد یا آدما رو فشار آوردن دیگر هیچ کس نخواست اعتراض کند. یعنی تمام کارها را کردن تا اینکه یک انسان نتواند در چارچوب قانون اعتراض خودش را عملی کند و همین است که در این گونه کشورها میبینیم که یگانه راه اعتراض فوری یک کس میخواد همین روز یا فردا اعتراضش رو به حکومت برساند، دیگر میموند دست به یگان کار بزند که هم بر ضرر خودش است هم بر ضرر جامعه است. مثل همین خودکشی حاجی ظریف در یک هفته 8 حادثه خودکشی شده است. شما تصور کنید در یک ماه نه، هر روز در شهر کلاب یک از در 2 نفر، بیشتر از یک نفر خود را آتش زدن یا دست به خودکشی زدن. خب تصور کنید که همون روز در دیگر منطقه‌های تاجیکستان، سوغ، در بدخشان، در دوشنبه، حصار و جاهای دیگر چقدر بود کسی نمیداند. اگر این رو مقایسه کنیم، چون وقتی که میگن که در یک سال در تاجیکستان نزدیک 400 نفر دست به خودکشی میزند، معنی را دارد که تقریبا در یک روز یک نفر دوام سال در یک روز یک نفر دست به خودکشی میزند. اما اگر خود شهر کلاب رو بگیریم، فقط در کلاب در یک روز یک نفر در ماه مارس دست به خودکشی زده است. پس معلوم میشود که این آمار به مراتب بیشتر است. بنابر همین یکی از سبب‌هایی که مردم بیشتر دست به خودکشی میزنند، خود را به آب میپرتایند یا خود را میسوزانند، این به خاطر آن است که یکم حکومت راه‌های متمدن قانونی را برای اعتراض بسته است یا تقریبا بسته است. دیوم اینکه ناامیدی و ناباوری مردم به مقامات دولتی و اصلا از عدالت ناامید شدند. بعضا مثلا حالا فرق ندارد که او از حکومت هم اگر اعتراض نداشته باشد، یک عروس، یک کلین وقتی که میبرد خود را آتش میزند در خاندان، از طرف خانواده ظلم بشود، او باور دارد که اگر دادش رو به دادگاه برد، به سود برد، به جماعت برد، به حکومت برد، کسی از او پشتیبانی نخواهد کرد. نه قانون، نه سود، نه حکومت، هیچ کس. اون یگانه راه را در همین می‌بیند که خود را آتش بزند و خود را از این مصیبت‌ها و ظلم رها کند. پس این عدد یا شماره زیادی خودکشی‌ها گناهکار اساسیش حکومت است، مقامات است و قانونگذاری کشور است که راه دیگری مصالحت آمیز متمدن اعتراض را در جامعه ها می‌بندد.